با سلام. دفتر آراد برندینگ در شهر چنای کشور هند راه‌اندازی و به زودی مذاکرات بین الملل نیز در آن مکان آغاز خواهد شد. رونمایی از شعبه جدید در کشور هند و حضور مجموعه آراد در کشورهای مختلف دنیا نوید بخش فصل تازه‌ای در تقویم آرادی هاست و این اقدام قطعاً می‌تواند نشان دهنده عزمی راسخ به منظور فتح قله‌های تجارت جهانی باشد. در طی 24 ساعت گذشته 44 مذاکره کننده بین الملل مجموعه با کشورهای نظیر اندونزی، استرالیا، عربستان، کانادا، غنا و سایر کشورهای مطرح دنیا در زمینه صادرات محصولاتی همچون کنجد، مبلمان خانگی، صابون، میوه و سیفیجات به گفتگو و مذاکره پرداختند. در تازه‌ترین داد و ستدها و صادرات انجام شده در حوزه‌های مختلف توسط تاجران آرادی، حمیدرضا نکوفر در حوزه قیسی، لواشک و کشمش طی مدت 24 ساعت گذشته موفق به صادرات حجم بالایی از محصولات خود به کشورهای اروپای شرقی، روسیه، عراق و گرجستان شد. وی در حال حاضر نیز برای صادرات حجم قابل توجه دیگری از انواع قیسی، لواشک و کشمش با مشتریانی از کشورهای استرالیا، ترکیه و ارمنستان وارد مذاکره شده است. به منظور بهره‌مندی تجار مجموعه از جایگاه مطلوب سایت آراد برندینگ در گوگل و با هدف جذب سیگنال و مشتریان بیشتر در کوتاه‌ترین بازه زمانی، 285 محتوا از سوی تاجران در زمینه 60 نوع محصول مختلف طی یک هفته گذشته توسط تیم محتوای مجموعه دریافت شد و پس از تأیید در سایت آراد درج گردید.